زیبایی‌های ولایت کاپیسا وصف ناشدنی است. از ولسوالی نجرابان گرفت تا محمود راقی، حصه اول و حصه دوم. ولسوالی نجراب نیز یکی از ولسوالی‌های کوهستانی مربوط به ولایت کاپیسا با جمعیت 1,36,079 نفر در سال 2024 میلادی می باشد. این ولسوالی در اکثر 20 کیلومتری شمال شرقی ولایت کابل قرار دارد که میانگین ارتفاع سطح دریا در حدود 1400 متر می باشد. در ولسوالی نجراب قوم عرب هم زندگی می کنند که به نام قوم سلطان شاخیل یاد می شوند و در 5 قریه در 2 دره این ولسوالی زندگی می کنند. این ولسوالی بزرگ متشکل از 5 دره اصلی و 2 دره فرعی می باشد که عبارتند از دره غوث، دره کلان، دره پته، دره فرخشا و خارج دره است. دو دره فرعی آن عبارت از دره پچغان که بزرگترین دره ولسوالی نجراب می باشد که حرارت آن در زمستان و تابستان متوسط بوده و دره گیاوه که دره متوسط می باشد در درجات کلان پوته، فرخشا و گیاوه در تابستان حرارت زیاد دارد. محصولات مهم کشاورزی نجراب عبارت از گندم، جواری، لوبیا، شرشم و محصولات حیوانی مانند شیر، قایق، پنیر و قرود بوده و موجودیت بازار شیروانی زمینه بسیار خوبی را برای مردم خارج دره برای تجارت فراهم کرده. یک درصد زیاد مردم خارج دره که دارای تحصیلات عالی هستند فعلا در خارج از نجراب در کابل و سایر شهرهای مهم افغانستان و هم در خارج از کشور زندگی می کنند. نجراب حتی در زمانه‌های بسیار پیشین جاگزین در میان کتاب‌های تاریخ نگاران داشته است و آن به سبب که این منطقه خوشاب و هوا نه تنها از دیدگاه زیبایی طبیعی ارزشمند است بلکه به سبب داشتن مردمان شجاع و میهن پرست هم جای ویژه‌ای در میان تاریخ نگاران دارد. در کتاب‌های قدیمی تاریخی از گرد ایام به دور نماندند. روایت‌های از دلیری مردم نجراب در برابر اسکندر مقدونی آمده است. اما اگر از این روایت‌های پیشین تاریخی بگذریم، تسک بابری با یادداشت‌های ظهورالدین محمد بابر شاه مغولی که به خودش شاه کابل لقب داده بود جای ویژه‌ای در شناخت کابل آن روز و به خصوص نجراب را دارد. در کابلستان آن روزگار نجراب که فاصله بسیار کمی از شهر کابل دارد توجه شاهیان و فرمانروایان را به سبب زیبایی طبیعی، میوه‌های فراوان و حاصلات پربار زراعتی به خود جلب می کند. قوه جذب نجراب تا زمان امیر حبیب الله خان فرزند امیر عبدالرحمن خان همان طور مانند پیشین نیرومند بود و امیر حبیب الله خان چی در زمانی که شاهزاده بود و چی در زمانی که فرمانروای افغانستان شد همواره به نجراب می آمد و به سیر و سیاحت و شکار می پرداخت.
بهتر است آنچه که خود ظهیرالدین محمد بابر در وصف نجراب نوشته است ذکر شود. او می نویسد: یک دیگر تومان نجراب است، به طرف شرق شمال کابل در کوهستان واقع شده. عقب او در کوهستان تماما کافرند و کافرستان ترگوشه ایست انگور و میوه او بسیار. در زمستان مرغ را بسیار پرواز می کنند. در کوهستان او ناجوه و جلغوزه و چوب بلوط و چندک بسیار می شود. درخت ناجوی بلوط و جلغوزه از این پایین تر می شود و در نجراب بالا اصلا نمی شود. کسی نمی تواند از طبیعت سرشار زیبایی نجراب چشم پوشی کند. اگر طبیعت را چون دستی بنگاریم، 5 دره نجراب می تواند 5 انگشت این دست زیبا باشد. بابر به تکرار از زیبایی طبیعی نجراب در کتابش یادداشت کرده و در رها کوهها، جویبارها و دریای نجراب را می ستاید. از یادداشت‌های بابر می آید که کوهستان‌های نجراب پر از جانوران و پرندگان شگفت شمایل بودند و وجود همین حیوانات و پرندگان بوده که اشخاص مقتدر چون بابر و شاهیان دیگر به شمول امیر حبیب‌الله خان را تحریک کند تا به غرض شکار به اینجا بیاید. با درخت که به سبب بی‌توجهی دولت مداران این حیوانات و پرندگان شگفت شمایل دیگر خبر نیست و حتی آن پلنگ معروف نجراب که تا 30 سال پیش در زمستان از کوهها و روستاهای نجراب می آمد و ترس را در دل روستاییان ایجاد می کرد، از کوههای نجراب کوچیدند یا به دست مردمان که اهمیت این گونه حیوانات در زیبایی طبیعی منطقه را درک نمی کنند نابود شدند. ولسوالی نجراب کاپیسا یکی از بهترین ولسوالی ها بوده که 4 مغز و پنیر آن شهرت بسزایی داشته و در هیچ جای دیگر افغانستان آن 4 مغز و پنیر پیدا نمی شود.